أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین میگوید باب فضل قیام اللیل، یعنی باب در مسئله فضیلت قیام اللیل. پس ما و شما این باب را درس گذشته شروع کردیم، چند از حدیث های این باب را گرفتیم. امروز زیر همین باب حدیثی 1164 کتاب ریاض الصالحین را خواهیم گرفت. امام نووی رحمه الله در زیر حدیثی 1164 کتاب ریاض الصالحین میگوید وعن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند یعقد الشیطان على قافیة رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید یعقد الشیطان، یعنی گره میبندد شیطان علی قافیة رأس احدکم، یعنی بر پشت سر هر یکی از شما، اذا هو نائم، هنگامی که اون بنده خواب باشد. اذا هو نام، هنگامی که بنده خواب می شود. 3 عقد، شیطان 3 گره در پشت سر اون بنده می بسته است. یضرب علی کل عقدة، و شیطان می گفته است در هر یکی از گره بستن، اون 3 گره را که می بسته است، شیطان در هر یک گره بستن می گفته است که علیک لیل طویل فرقد، یعنی که در پیش شب طولانی داری پس خواب شو. علیک یعنی در پیش داری تو، لیل طویل یعنی شب طولانی، فرقد پس تو خواب شو، بر راحت بخواب. فاین استیقظ، میگه پس اگر که بنده از خواب که خست، فذکر الله تعالی انحلت عقدة، پس ذکر الله تبارک و تعالی را که کرد، انحلت عقدة یعنی کشاده می شود یکی از اون 3 گره بسته شیطان. وقتی که بنده از خواب می خیزد و یاد الله می کند، سبحان الله می گوید، الله اکبر می گوید، ذکر الله که می کند، انحلت عقدة یعنی کشاده می شود یک گره از اون 3 گره بستگی شیطان. فاین توضأ، پس اگر که بنده خیست و طهارت کرد، انحلت عقدة باز می شود گره دویمش، باز یک گره دیگر به سبب خیستن بنده که طهارت کرد، گره دیگرش هم میگه باز می شود. فاین صلى انحلت عقده، فاین صلى انحلت عقده، یعنی اگر که نماز بگذارد بنده، کشاده می شود همه گریهانش. اگر نماز شب که خوان، نماز تهجد که خوان، پس میگه انحلت عقده، باز می شود همه اون گریهایی که شیطان بسته بود. فاصبح نشیطا طیب النفس، پس میگردد یا شب را صبح میکند اون بنده، در هنگام صبح نشیط میشود، یعنی با نشاط و بسیار چالاک میشود، طیب النفس و بسیار سریحال و خرسند و خوش میشود بنده. و الا، و اگر که بنده این کار را نکرد، یعنی که نخیست، ذکر الله نکرد و طهارت نکرد و نماز قیام لیل نخوان، اصبح خبیث النفس کسلانه، اون انسان هنگام صبح به حال می شود. اون انسان دیگر به حال و به نسترینی و کسلان و تنبل می شود در هنگام صبح.
وقتی صبح میخیزد بسیار بیحال است و بسیار نسترینش در جاش نیست و تنبل هست. این حدیث متفق علیه است. پس ببینید این حدیث هم همچنین فضیلت نماز قیام لیل که اگر انسان قیام لیل خوانده باشد الکی از صبح امروزش با نشاط و سریحال و خوشحال و بسیار طیب و نفس می شود یا طیب و نفس می شود، نفسش بسیار خوش می شود. این از فضیلت نماز قیام لیل در این حدیث مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب این بود حدیث 1164 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1165 کتاب ریاض الصالحین. و عن عبدالله بن سلام رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از عبدالله بن سلام رضی الله عنه روایت است، هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند ایها الناس افشوا السلام، ایها الناس افشوا السلام، یعنی که ای مردم پهن بکنید سلام را، در بینتان سلام دادن را، السلام علیکم را پهن بکنید. و اطعموا الطعام، و اطعام بکنید طعام را، انسانهای کم بخل و نادار و محتاج را، شکمای گشنه شان را سیر بکنید. و صلوا باللیل و الناس نیام، و نماز بگذارید در شب در حالی که مردم همه خواب هستند. یعنی مردم همه خواب هستند، شما در شب خیسته نماز شب بخونید، نماز شب ادا بکنید، قیام اللیل بخونید، نماز تهجد بخونید. تدخل الجنة بسلام، یعنی شما داخل جنت می شوید با امن و با امان و سلامت و دور از عذاب و مشقت دوزخ. پس شما داخل جنت می شوید اگر این کار رو کردید. یعنی در اینجا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما و شما را با سه چیز یا با ادا کردن با جا آوردن سه چیز امر میکند. یکم پهن کردن سلام، این فضیلت بسیار بزرگ دارد، و شکمی گشنه را سیر کردن. دوم و سیوم نماز شب گذاشتن، نماز شب گذاشتن که انسان اگر که این سه صفت و این سه خصلت خوب رو در خود داشته باشد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید فایدهش تدخل الجنة بسلام، یعنی داخل جنت میشوید با امن و امان و سلامت. خب این هم همچنین از فضیلت‌های نماز شب. رواه الترمذی و قال حدیث حسن صحیح، این حدیث را امام ترمذی رحمه الله روایت کردگی است و گفتگی است که حدیث حسن و صحیح می باشد. این بود حدیث 1165 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1166 کتاب ریاض الصالحین. و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم، یعنی که با افضلترین یا افضلترین روزه گرفتن بعد ماه مبارک رمضان شهر الله المحرم است. یعنی ماه محرم است بعد ماه رمضان بزرگترین افضلترین روزه ماه محرم می باشد که حالا ما و شما در ماه محرم قرار داریم. یعنی همین ماهی که حالا همین شب و روز قرار داریم همین را میگویند ماه محرم، اول سال هجری. خب این ماه را روزه گرفتن، یعنی ماه محرم را روزه گرفتن از افضل ترین روزه ها بعد ماه رمضان است. یعنی که ماه مبارک رمضان روزهش فضیلتش زیادتر است، در دوم درجه ماه محرم را روزهش می باشد. و افضل الصلاة بعد الفریضه صلاة اللیل، یعنی که با
افضل ترین نماز، با فضیلت ترین نماز بعد نماز فریضه نماز شب است. یعنی از نمازها پر فضیلت ترینش یا پر ثواب ترین نمازها این نمازهای پنجگانه است که در یک شبانه روز الحمدلله که ما و شما میخونیم. این بسیار فضیلت زیاد دارد، این درجه اول. اما درجه دوم در ثواب از نمازها نماز قیام لیل است، نماز شب است که انسان بخیزد و خواب را ترک کند و نماز ادا بکند. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث همچنین فضیلتی نماز شب را گفت که بعد از نماز فرضی پر فضیلت ترین نمازها نماز شب می باشد. این بود حدیث 1166 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1167 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر این حدیث میگوید و عن ابن عمر رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند صلاة اللیل مثنا مثنا، یعنی نماز شب دو تا هست. یعنی وقتی که نماز شب میخونید دو تا بخونید، 2 رکعت بخونید، اتحیات و درودها را خونده سلام بدهید، باز خسته 2 تا دیگر بخونید. یعنی که چند تا، وقتی که 11 رکعت رو که میخونیم 2 تا میخونیم، یعنی 5 بار 2 تا میخونیم میشود 10 رکعت و 1 رکعت دیگر نماز ویتر میخونیم میشود 11 رکعت. یا نماز شب 2 تا هست، 2 تا میخونی و سلام میدی، 2 تا میخونی و سلام میدی. فاذا خفت الصبح فاوتر بواحدة. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت فاذا خفت الصبح، پس هنگامی که احتمال دادی که تصور کردی که صبح نزدیک شده است، یعنی صبح دمیده ایستاده است، وقتی صبح که شد فاوتر بواحدة، وقتی صبح نزدیک که شد فاوتر بواحدة، پس نماز ویتر 1 رکعت بخونید. فاوتر بواحدة 1 رکعت نماز ویتر بخونید. نماز ویتر 1 رکعت هم می شود، یا 3 تا و 5 تا و 7 تا و چند رکعت های گوناگون که دارد. روایت های گوناگون داریم درباره نماز ویتر. اقل نماز ویتر 1 رکعت است. پس گفت شما 1 رکعت نماز ویتر بخونید وقتی که صبح نزدیک شد. این حدیث متفق علیه می باشد. بعد از این حدیث 1168 کتاب ریاض الصالحین و عنه قال، یعنی که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت کان النبی صلی الله علیه و سلم یصلی من اللیل مثنا مثنا. ابن عمر رضی الله عنهما میگه که بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز شب را مثنا مثنا میخوان، یعنی 2 رکعت میخوان. و یوتر برکعتین، و در آخرش نماز ویتر رو 1 رکعت میخوندن رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی نماز شب، نماز قیام لیل یا نماز تهجد 2 تا خونده میشود. وقتی که صبح نزدیک شد پس در این صورت نماز ویتر 1 رکعت خونده میشود. این حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 1169 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1169 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن انس رضی الله عنه قال، یعنی که از انس رضی الله عنه روایت است که گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یفطر من الشهر حتی نظن الا یصوم منه. میگه که بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم یفطر من الشهر، یعنی که روزه نمیگرفت، یا میتونم بگم که گاه بعضی وقتهای میشد روزه نمیگرفت. من الشهر یعنی چند روز را، از 1 ماه چند روز را، حتی نظن الا یصوم منه،
تا اینکه میگه ما گمان میکردیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آن ماه دیگر روزه نمیگیرد. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند روز میگه روبرو روزه شکی بگیم روزه نمیگرفت، افطار که میکرد، میگه فکر میکردیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اون ماه روزه نمیگیرد. و یصوم حتی نظن ان لا یفطر منه شیئا. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزه میگرفت، یعنی که گاهی میشد میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزه میگرفت حتی نظن، تا اینکه میگه ما گمان میکردیم، فکر میکردیم که الا یفطر منه شیئا، یعنی که دیگر نمیخورد روزه اش را در آن ماه، یگان روز اون ماه را دیگر روزه اش را نمیخورد. یعنی میدیم که پیغمبر چند روزی دیگر پیاپی روزه میگرفت. یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعضی وقتا چند روز پیاپی روزه نمیگرفت، بعضی ماها چند روز پیاپی روزه میگرفت، پی در پی روزه میگرفت. و کان لا تشاء ان تراه من اللیل مصلیا الا رأیته. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه صفتش همین بود که لا تشاء ان تراه، لا را ترجمه نمیکنیم، میگه که میخواستی که ببینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو در شب در حال نماز، الا رأیته، الا را ترجمه نمیکنیم، رأیته این پیغمبر تو میدیدی. یعنی که میخواستی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو در شب در حال نماز ببینی، میدیدی پیغمبر رو. یعنی که بسیار وقت باز میدیدی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز شب میخواند، ولا نائما الا رأیته. و میگه همچنین میخواستی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو در شب خواب ببینی، الا رأیته، پیغمبر صلی الله علیه و سلم در خواب میدیدی. یعنی میدیدی که پیغمبر خواب است. یعنی یک وقتی معین نداشت، یک چیزی معین نبود که فلان وقت و فلان لحظه باشد، بلکه گاه وقت پیغمبر میدیدی که خواب است، گاه وقت میدیدی نماز شب خوانده ایستاده است، گاه وقت میدیدی که روزه گرفته ایستاده است، گاه وقت میدیدی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزه اش را در غیر مثلا روزهای سنتی، و که در ماها چند روز را میبینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزه اش را خورده ایستاده است، یعنی که روزه نگرفته ایستاده است. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزه گرفتنش مختلف بود، گوناگون بود، یا عبادتایش گوناگون بود و هر خیله بود. این حدیث را رواه البخاری و امام بخاری رحمه الله روایت کردگی هست. یعنی که این حدیث همچنین دلالت میکند برای نماز قیام لیل که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز قیام لیل هم داشت و عبادت شبانگاه و عبادت روزانه هم که با روزه گرفتن عبادت روزانه را انجام میداد. پس این بود حدیث 1169. بعد از این حدیث 1170 انشاءالله این حدیث 1170 را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه را به پایان میرسانیم و تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.